سلام. تو جلسه قبل دو تا جلسه قبلی اومدیم با در واقع با مایگریشن های لاراول کار کردیم و اومدیم دیدیم که چجوری میتونیم با مایگریشن خیلی تمیز و مرتب یه تنظیمات تیبلمون رو بهش بدیم و یه سری تیبل هایی که داشتیم رو بسازیم. حالا طبق توضیحی هم که قبلا چند بار دادم گفتیم که لاراول لایه MVC داره، مدل ویو کنترلر که مدل لایه‌ای که با دیتابیس ارتباط برقرار میکنه، ویو همون ویو هاست که باش کار کردیم توی در واقع این دوره اومدیم این پروژه رو آوردیم بالا، این حالا ادمین رو آوردیم بالا و حالا صفحه اصلی خود بلاگ پستمون که یه حالا بلاگ ساده رو توی ویو با بلید های لاراول آوردیم بالا. و لایه بعدی کنترلر که با کنترلر هم آشنا شدیم، اومدیم با روتا آشنا شدیم که جزء مفاهیم بیسیک و اولیه لاراول بود و همینطور کنترلر. حالا میخوام بریم سراغ مدل ها. مدل ها چی هم؟ مدل ها لایه‌ای هستند. شما مثلا قبلا که PHP رو در واقع پیور کار میکردین، اگه یادتون باشه مثلا به عنوان مثال میخواستیم بیایم مثلا یه کوئری بزنیم، یه کوئری سلکت بزنیم، بریم مثلا از توی تیبل پستتون تمام در اصل پست هایی که دارین رو به عنوان مثال مثلا تمام یوزر هایی که دارین، یه یوزر خاص رو اطلاعاتش رو بکشین بیرون، یا تمام پست هایی که دارین رو مثلا 10 تا پست آخرتون از توی تیبلتون با یه باید میرین SQL میزنین، در واقع کوئری SQL میزنین، مثلا پستاتون رو میکشین بیرون. ولی الان دیگه توی پترن در واقع MVC که توی لاراول داریم و همه چی خیلی تفکیک شده و مرتبه جدا هستش، میتونیم با لایه مدل در واقع کلاس های مدلی که هر مدل در واقع وصل میشه به یه دونه از تیبل های دیتابیس اون. مثلا ما اینجا مثلا تیبل یوزرز داریم، یوزرز یه مدل معمولا باید داشته باشه، یعنی میتونیم براش یه مدل بسازیم به نام مدل یوزر که یه کلاس کلی فیچر داره. خیلی راحت میتونین دیگه به جای اینکه مستقیم بیاین خودتون کوئری بزنین، از حالا الکوئنت و کوئری بیلدر خود لاراول که حالا توی داکیومنتیشنش هم میتونید در موردش بیشتر بخونین استفاده کنیم که دیگه نه مستقیم خودمون بخوایم کوئری بزنیم. تو ساختار خیلی آبجکت اورینتدی و مرتب شیگرایی در اصل میایم با اون تیبل ها ارتباط برقرار کنیم. حالا میخوایم بیایم یه مدل بسازیم. میگیم که مثلا مدل ها اول میبینیم که تو پروژه‌مون مدل ها جاشون کجاست. ما توی اپ در واقع در واقع پروژه‌مون توی دایرکتوری اپ یه پوشه مدلز داریم که به صورت دیفالت مثل خود مایگریشن یوزرز که تیبل یوزرز و مایگریشنش اومده بود برام دیفالت گذاشته بود که جلسه‌های قبلی هم تغییرش هم دادیم و اجراش کردیم مایگریشنمون. یه مدل ساخته به نام مدل یوزر. مدل ها اینجوری ان که یک در واقع اسم کلاسشون با اسم فایلشون برابره، حالا همون ساختار آبجکت اورینتدی که توی PHP کلا داریم. به طور کلی مدل ها یک کلاس دارن که حالا نیم اسپیسشون همون اپ مدلز، جایی که توی همیشه مدل هامون ساخته میشن توی پروژه. و حالا یوزرز اینجا به صورت دیفالت مدل یوزر اومده مثلا به عنوان مثال این اتنتیکیبل رو به عنوان مثال اکستند کرده و یه سری فیچرها داره، مثلا فیلبل داره به عنوان مثال، هیدن داره، کست داره که فعلا با اینا کاری نداریم. میخوام بیام خودمون یه دونه مثلا برای همون تیبل پستی که ساختیم یه مدل بسازیم. چجوری این کارو میکنیم؟ میگیم PHP artisan make مدل، مثلا make migration make کنترلری که داشتیم make مدل، اسم مدلمون رو بهش میدیم که اسم کلاس مدلمون هم همون حالت چون کلاسه و حالا توی PHP هم توی آبجکت اورینتد باید اسم کلاس رو معمولا با حروف بزرگ شروع کنی. میذارم اسمشو پست، میگم یه میک مدل کن به نام پست برام میذارم، بهم میگه که من توی در واقع اپ مدلز اومدم برات پست رو ساختم. توی اپ مدلز برم اینجا post.php برای من اومده ساخته. اینی که اومده برای من یه مدل ساخته که مدل مثلا اومده اکستند کرده خود در واقع کلاس مدل که اینجا میتونم مثلا کلاسش هم برم که یه ابسترکت کلاس این کور خود در واقع لاراول هستش رو اومده اکستند کرده که کاری با این نداریم. و اینجا مثلا اومده یه تریت هز فکتوری هم استفاده کرده که ما فعلا با این فکتوری کاری نداریم، مثلا اسکولا تو مدل هم اینجا پاکش میکنم. اومدیم یه کلاس مدل ساده برای پستمون ساختیم. میخوام به صورت دیفالت مثلا شما وقتی میذارین پست، اگر تیبل پست داشته باشین خود این مدل در واقع دیفالت میره به همون تیبل پستتون وصل میشه، یعنی دیگه انگار این مدل شما کلا با این مدل پست همیشه تو پروژه صحبت میکنی دیگه، مستقیم کوئری قرار نیست بزنین، کاری قرار نیست مستقیم با
در واقع SQL بزنین با تیبلتون کار داشته باشین، شما دیگه با این مدل تو کنترلر هاتون و توی پروژه کار دارین، این خودش میره با دیتابیستون و اون تیبل پست در واقع این کلاس مدل پست ارتباط برقرار میکنه. حالا برای اینکه مثلا بیایم بگیم مطمئن بشیم که دیگه بهش هم آپشن بدیم که بگیم آقا این پست تو باید همیشه تو در واقع مدل تیبل پست منی توی پروژه، میتونم بیام یه پروتکتد بذارم بگم دلار تیبل من اسمش چیه، دلار تیبل من اسمش پسته که قبلا اومده مایگریشنش رو ساختم، مایگریتش هم کردم تو دیتابیس هم همونجوری که میدونید اینجا در واقع پست داره، تیبل پست وجود داره. میگم آقا اسم تیبلت شما چیه؟ پست. حتی این چون اسم کلاسمون پسته و ما تیبل پست داریم اینم نمیذاشیم خودشون ارتباط برقرار میشد و اوکی بود. ولی من اومدم اینجا طبق عادت این پروتکتد داره تیبل و اسم در واقع تیبلمون به این مدلم دادم که بدونه باید این مدل وظیفش ارتباط برقرار کردن با کدومی که از این تیبل های دیتابیس منه. اینو انجام دادم. حالا مثلا به عنوان مثال میخوام برم توی در واقع داکیومنتیشن خود لاراول، توی حالا مثلا توی لایه دیتابیس کوئری بیلدر داره که خیلی فیچرهای مختلف و آپشن های مختلفی داره که من با این کاری ندارم، میخوام بیام با لایه الوکوئنت ORM که در اصل همون مدلمونه میخوام بیام با این در اصل اینو یه نگاهی بهش بندازیم. اومده اولا گفته که شما میتونید مدل کلاس بسازین که همین میک مدلی بود که گفتم. بعد اومده گفته همزمان که شما مدل میسازین میتونید بگی آقا اگه مثلا مایگریشنش مثلا ما قبلا اومدیم مایگریشن پست رو ساختیم نساخته بودیم داش مایگریشن هم فلگش انتهای میک مدل و بعد از اینکه اسم مدلتون دادین بزنین خودش میاد مایگریشن هم تو اتوماتیک براتون میسازه، بزنی براتون میسازه و خیلی فلگ ها و آپشن دیگه مثلا بگی آقا مثلا بیا مدلمو که ساختی مایگریشن هم بساز، مثلا کنترلرش هم براش بساز، مثلا میاد خودش خودکار فلایت بزنین مثلا بلاک بزنین بلاک کنترلر هم براتون میسازه. خیلی دیگه فریم ورک دیگه، اصلا فریم ورک ماهیتش اینه که سرعت کار شما رو ببره بالا. حالا اینجا اومده گفته آقا بعد از اینکه این دستور رو زدیم میاد براتون یه مدل میسازه، دقیقاً طبق همین کاری که الان ما انجام دادیم و اومدیم یه مدل پست ساختیم برای توی در واقع سیستممون پروژهمون. و اینجا گفته که میتونیم بیاید تیبل نیم رو بهش بدین، بگین که در واقع اسم تیبلی که هست رو داریم میگه اگر اسم تیبلتون مثلا اینجا فلایت بود اسم تیبلتون فلایتس نبود بیا اینجا بهش بگو که اسم تیبل چیه که این مدل بدونه به کدوم یکی از این تیبل‌ها باید بره وصل شه. ولی ما میگم اگر اینم نمیذاشتیم کار میکرد، ولی حالا من اینو اومدم گذاشتم که شما بدونید. آپشن های دیگه داره پرایمری کی و چیزای دیگه که وجود داره. فعلا کاری ندارم دیگه، فعلا چیز دیگه ای نیست که بخوایم الان باهاش کار بکنیم. خیلی آپشن های مختلفی داره و من فعلا دیگه باش کاری ندارم. خب میام اینجا حالا میخوام این مدلمو ببینیم مدلمون رو چجوری میتونیم بیایم توی پروژه‌مون ازش استفاده کنیم. من قبل از هر کاری میام توی در واقع دیتابیس هم میام توی پستی که دارم اینجا یه رو میسازم به عنوان تست میخوام بسازم، تایتلش رو میذارم مثلا پست 1 یوزر آیدیش مثلا داره میگه یوزر آیدی، من اصلا چون تیبل یوزرزمون خالیه میگه من یوزری ندارم اینجا، پس میام اینجا یه یوزرم میسازم، مثلا میگم اسم خودمو میذارم اینجا، میام ایمیلمو براش میذارم، مثلا موبایلمو میذارم یه چیزی مثلا تست. اینجا داره میگه که پسوردم باید بهش بدیم. پسورد حالا این پسورد داره 8 میاد ذخیره میکنه، ولی من حالا فعلا همینجوری یه چیز الکی میذارم که فقط یوزرز هم ساختش. حالا اینجا توی دوباره برمیگردم دوباره میگم یه روی جدید توی این پستم بسازم، میگم پست 1 یوزر آیدی من میگم 1 کانتنتش هم مثلا یه تست میسازم و این خودش اتوماتیک میاد اینجا تو پستمون یه دونه پست ساخته میشه که آیدیش هم حالا خودش اتوماتیک اومد برامون انداخت. حالا میام توی
روت ها مثلا توی web.php توی این روت اسلشمون تو هوم کنترلرمون و این متد ایندکسی که داشتیم، این ویوی که میاد اینجا ریترن میکنه رو، این ویو رو فعلا میام اینجا کامنتش میکنم، کاری باش ندارم. اینجا در اصل این روت اسلشمون هیچی بر نمیگردونه. اگه یادتون باشه من گفتم یه چیزی داریم دیدی توی لاراول که مثل وردام پرینت آر، برای اینکه بیایم اونجا پروژه رو مثلا متوقف کنیم یه چیزی رو بریزیم توش، فعلا تو حالت دیولپمنت بهمون رو در واقع یه جورایی اکوش کنه، پرینت کنه، بهمون نمایش بده. مثلا میتونیم بگیم آقا دیدی کن برای من رو ببند و اینو برای من برگردون، مثلا تست برای من، کلمه تست رو مثلا برای من برگردون. میام اینجا رفرش میکنم که اینجا تست رو برای من برمیگرده و اونجا دیگه پروژه متوقف میشه. حالا من میخوام بیام این مدل پستی که اینجا داشتم و تو کنترلرم تو این روت اسلش هم توی متد ایندکس هم استفاده کنم. میگم آقا من یه پست دارم، خودش اینجا اپ مدل پست رو میگم ایمپورتش کن، اینجا به پروژه هم ایمپورت میشه. میگم پستم بیا با عنوان مثال مدل دو نقطه، میتونم با آل بیام همه هر چی توی دیتابیس هم دارم رو بیام بگیرم بکشم بیرون. رفرش میکنم این پست هم مثلا میریزم توی یه متغیر پست و اینجا توی این پست رو میدم به دیدی که فعلا در حد تست، فقط ببینیم که چی داره تو دیتابیس اون برمیگرده. رفرشش میکنم اینی که یه اینستنسی از Illuminate Database Eloquent Collection لاراول داره برمیگرده که این یه تایپ خود مدل برای همون لایه Eloquent لاراول هست، کالکشن لاراول برمیگرده و توی آیتمزاش داره میگه یه دونه مقدار من دارم و اینو که باز میکنم میگه خونه صفرمش که همون یه مقدار هست، یه چیزی از نوع مدل پست، اپ مدل پست و یه عالمه فیچرها و یه عالمه ورودی‌های مختلف داره که مثلا اومده کانکشن دیتابیس اون رو بهمون گفته مثلا پوستگرس تیبل اون رو گفته و خیلی چیزا که فعلا ما با این اتریبیوتس فقط کار داریم. این اتریبیوتس رو که باز کنم اینه که دقیقاً همون ستون‌هایی که توی تیبل پست هم دارم و اومده بهم نمایش داده، گفته شما اینجا یه دونه پست یک داری. مثلا اگر بیام توی نویکتم به عنوان مثال از روی این، حالا از روی این که نه، بیام مثلا یه پست جدید بسازم، بگم پست مثلا 2، اینم مثلا آدر آیدیش 1، بگم اینم مثلا کانتنتش پست 2 میسازم. دوباره اینجا رفرش کنم میگه آیتمز داد، این کالکشن یه اینستنسی از در واقع کلا لاراول دو مدل در واقع توی مدل که وصل میشه به تیبلمون، دو مدل دیتا رو توی دیتابیس تیبلمون برمیگرده، یکی کالکشن، یکی هم خود اینستنس خود مدل که اینجا دو تا اری در واقع توی این اری آیتمزمون دو تا خونه داریم که دو تا از نوع در واقع اپ مدلز پسته که هر چی توی آل دیگه زدیم دیگه، هر چی توی تیبلمون بوده بهمون برگردون و توی اتریبیوتش میبینیم که این پست یکه و اگر این دومیه رو این پایین باز کنیم توی اتریبیوتسش بیایم، من این زومی هم بکنم، اتریبیوتسش بیایم که این در واقع مقادیر پست 2 رو داره برای ما برمیگردونه. با عنوان مثال حالا میتونیم بیایم اینو برسیم به تک مقادیر خودش. دیدی گفتم برنامه رو متوقف میکنه و اون چیزی که توش میریزیم رو اجرا میکنه. دامپ متوقف نمیکنه، اونجا برامون مثل دیدی چاپش میکنه ولی ادامه برنامه هم اجرا میشه. من اگه دامپ بذارم میبینی که ادامه برنامه که چیزی نداریم، اجرا میشه و دقیقا همون حالتی که دیدی بهمون یه چیزی پارس کرد، اکو کرد، برگردون رو هم تو خودش داره. من مثلا اگر بیام اینجا بگم مثلا اکو کن علی، مثلا اینجا خط بعدش بگم علی رو برای من اکو کن، ببینید این آخر بعد از این علی هم برای من داره میاد. خب ولی اگر دیدی بذارم دیگه این علیه اجرا نمیشه، خط کدش ببینید اجرا نشد، دامپینگ. خب من میام یه فور ایچ معمولی که تو حالا توی هم پی اچ پی داریمش میذارم، میگم دلار پست از مثلا دلار پست و اینجا تک به تک توی این حلقه میتونم به این خونه هایی که از توی دیتابیس هم که حالا فعلا دو تا رو داشتیم توی تیبل دیتابیس هم برگشته رو بهش دسترسی دارم. مثلا توی این دلار پست رو میام دامپ میکنم که برنامه متوقف هم نشه، یعنی به ازای هر دو تا پستمون این حلقه اجراشه و این دامپ بیاد، این پست رو در اصل بیاد برای من دامپ کنه. حالا ببینید الان که اومدم دو تا دونه برای من اومد
در اصل اینجا دامپ کرد دیگه اینستنسش نوعش کالکشن نیست، چون اینا تکین دیگه، هر کدومشون در واقع چی هن؟ یه اینستنسی هن از در واقع اپ مدل پست، همون مدلی که اومدیم ساختیم که توشون اون دیتایی که میبینه تو اتریبیوتسشون دیتا ها ولیو هایی که توی کالم های تیبل پستمون هست رو اینجا میتونیم بهشون دسترسی داشته باشیم. یعنی که مثلا مستقیم بگیم آقا بیا مثلا پست تایتل ها رو برای من فقط اینجا دامپ کن بهم نمایش بده، میگه که پست 1 و پست 2 رو اینجا داره به من نمایش میده. خب اومدیم پس تا همینجا کافیه، اومدیم یه دونه مدل ساختیم و هر مدل گفتیم وصل میشه به تیبلمون، یعنی اون لایه‌ای که با دیتابیس و تیبل های دیتابیس اون داره ارتباط برقرار میکنه. و اومدیم برای تست اون کلاس مدلمون رو توی کنترلرمون استفاده کردیم و دیتا رو تو دیتابیس به راحتی دیگه به جای اینکه بیایم کوئری مثلا سلکت بنویسیم، به راحتی با لایه در واقع الکوئنت یا همون مدل لاراول اون دیتا، اون کاری که می‌خواستیم رو دیتابیس انجام بدیم انجام. حالا مثلا ما اینجا می‌خواستیم سلکت کنیم، بعدا بریم جلوتر میتونیم اینسرت کنیم، آپدیت کنیم، دیلیت کنیم، ریلیشنشیپ بسازیم و خیلی کارهای دیگه که میشه باهاش انجام داد. امیدوارم که این جلسه هم خوب بوده باشه. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.